نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی‌نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما منت نهاد تا در خدمت شما خوبان و سروران باشیم با ترجمه آیاتی دیگر از کلام الله مجید در دو سوره مبارکه الشرح و التین، دو سوره‌ای که در مکه مکرمه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. نخست سوره مبارکه الشرح در امتداد سوره مبارکه ضحی که درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. سوره مبارکه ضحی به نعمت‌های مادی الله متعال بر رسول صلی الله علیه و سلم اشاره داشت و سوره مبارکه شرح گویی که تکمله آن حکایت است و به نعمت‌های معنوی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم عنایت فرمود الله متعال اشاره دارد. به این نعمت‌های معنوی برای همه امت ایشان هم بوده است. الله متعال در سوره مبارکه شرح می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرک. آیا من الله با عظمت انشراح صدر ایجاد نکردم برای تو ای پیامبر من؟ سینه تو را گشاده نگرداندم برای پذیرش دعوت و رسالت آسمانی و دعوت و تبلیغ این رسالت مهم؟ آیا سینه تو رو فراخ نکردم برای پذیرش آیات قرآن کریم و برای نشر و پخش این دعوت و تحمل مشکلات و سختی هایی که در این مسیر بوده است؟ آیا من الله با عظمت سینه تو رو آماده نکردم برای تحمل این مسئولیت عظیم؟ و وضعنا عنک وزرک. آیا من الله با عظمت بر نداشتم از توی پیامبر من اون بار سنگینی رو که بر دوشت خود احساس میکردی در راه رساندن این دعوت و رسالت به مخاطبینت؟ دعوت و پیام الهی و وحی و قرآن کریم بر رسول الله علیه السلام بسیار سنگینی میکرد و الله متعال میفرماید من سینه تو رو فراخ کرداندم و آماده کردم برای پذیرش این دعوت و آن بار سنگینی رو که تو بر پشت داشتی، آن بار سنگین رو من از تو برداشتم. الذی، همون باری که انقض ظهرک، کمر تو رو خم کرده بود. گویی که چنان سنگین بود این رسالت و دعوت بر رسول الله علیه السلام که کمر ایشون تاب تحمل این رسالت رو نداشت، اما به فضل رحمت‌های الهی این کار بر رسول الله علیه السلام آسان شد و رسول الله علیه السلام به بهترین وجه ممکن این رسالت رو به پیش بردن، گویی که اصلا هیچ سنگینی برای ایشون احساس نشده باشه. و رفعنا لک ذکرک. آیا من الله با عظمت یاد تو و ذکر تو و نام تو رو بلند آوازه نکردم و پخش نکردم و همه جا نرساندم؟ و رفعنا لک ذکرک. آیا من الله با عظمت بلند نکردم نام تو رو؟ این یه معانی مختلفی داره. یکی از مصادیق بلند کردن نام رسول الله علیه السلام اذان است. از زمان رسول الله علیه السلام تا به امروز و تا به قیام قیامت هر لحظه
در روی این کره زمین. ما شاهد هستیم در جاهای مختلف اذان داده میشه، اذان قبلی تا قطع نشده منطقه بعدی شروع میکنه، این منطقه قطع نشده منطقه بعدی شروع میکنه و اذان پیوسته در کل کره زمین جاری است و در اذان اشهد ان محمد رسول الله شنیده میشه و نام مبارک محمد صلی الله علیه و سلم و نام نازنینش پیوسته بر مناره های مساجد جاری است و نشر و پخش در کل این گیتی و در کره زمین. این نام هی تکرار میشه، نام محمد و رفعنا لک ذکرک، نام تو و یاد تو رو من بلند کردم. علاوه بر این میبینیم که چقدر انسان هایی که نام آنها محمد است، پرطرفدارترین نامی که فعلا روی زمین وجود داره نام محمد است. اگر بیایم نگاه بکنیم ببینیم که انسان های روی زمین نام های مختلف، هر اسمی چند نفر این اسم رو بر خود گذاشتن یقینا نام نازنین محمد صلی الله علیه و سلم و احمد و نام هایی که به رسول الله علیه و سلم منتسب است بیشترین طرفدار رو در کره زمین داره و هر جا میبینیم که نام مردها و فرزندها و طفلهای شیرخواری حتی محمد گذاشته شده است. و رفعنا لک ذکرک، پرطرفدارترین اسم در اروپا و آمریکاست فعلا این نام محمد صلی الله علیه و سلم. و رفعنا لک ذکرک، نامی است که الله متعال فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ما به این دستور الله متعال که ما را هم کرده بر رسول الله علیه و سلم درود بفرستیم در هر رکعت نماز، در تشهد، در پایان نماز ما باید درود بفرستیم بر رسول الله علیه و سلم و نام ایشون رو ذکر بکنیم در نمازهای خودمون. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. علاوه بر این که هر روز ما دعا می‌خونیم، هر روز درود می‌خونیم و مسلمانان روزانه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود می‌فرستند و این همه درود و صلوات ملائکه و مؤمنین بر روی زمین نشان از این داره که و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند کردیم و بلند آوازه نمودیم. و نامی است که حتی دشمنان هم میشناسند. محمد نامی است زیبا که هیچ کسی در دنیا نیست که این نام رو نشناسد. و رفعنا لک ذکرک، من الله باز من نام تو رو بلند آوازه کردم و نامی رو که الله متعال بلند کنه کی قادر خواهد بود که او رو پایین بیاورد؟ دشمنان هر چقدر بدگویی بکنن، اهانت بکنن، کاریکاتور بکشن، توهین بکنن، فیلم درست بکنن بر علیه محمد صلی الله علیه و سلم و رفعنا لک ذکرک، من نام تو رو بلند آوازه کردم ای پیامبر من. نام تو بلند است، نام این نازنین بلند است، این نازنین نامش بلند است. الله متعال نامش رو بلند کرده، سینه او رو فراخ کرده. الم نشرح لک صدرک، من سینه تو رو فراخ کردم. درباره چشمانش وقتی که میفرماد ما زاغ البصر و ما طغى، تنها سینه او رو نیست که تاکید میشه و تایید میشه از طرف الله متعال، چشمهای نازنینش رو فرمود به بیراهه نرفت و کج نرفت و منحرف نشد. درباره زبان نازنینش فرمود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هیچ چیزی رو بر زبان نمیاره مگر وحی الهی است که بر اون نازل شده و هر چی میگوید وحی الهی است. زبانش رو تایید کرد، ذهن مبارکش رو تایید کرد. ما ضل صاحبکم و ما غوى، این همنشین شما، این یار دیروز شما که امروز به او دشمنی پرداختید گمراه نشده است، مجنون دیوانه هم نشده است. الله متعال قلب نازنینش رو تایید کرد وقتی فرمود ما کذب الفؤاد ما رأى، قلب نازنینش آنچه رو که مشاهده کرد در شب معراج تکذیب نکرد و رد نکرد، اخلاق عظیمش رو تاکید کرد و تزکیه کرد و تایید کرد وقتی فرمود و انک لعلی خلق عظیم، تو در بلندترین پایه های اخلاقی هستی
و عظیمترین پایه‌های اخلاقی رو داریم. الله متعال تمام ذات نازنین محمد صلی الله علیه و سلم رو تایید کرد و تکذیب آنچه که دیگران میگفتن در موضوع ابتر، وقتی گفتن که ابتر است در سوره انا اعطیناک الکوثر مشهود است. و ما میبینیم چگونه الله متعال حتی کسانی رو که میخواستن بگن تو نسلی نداری، پسرهای تو از دنیا رفتن و نسل تو گم میشه، فرمود ان شانئک هو الابتر، کسی که به تو بد میگه اون خودش ابتره، نسلش گم خواهد شد، کسی از او باقی نخواهد ماند. اما رسول الله علیه السلام ماند، دعوتش ماند، نامش ماند و میلیون ها بلکه میلیاردها انسان در طول تاریخ مزین هستند به نام محمد علیه السلام، به راه محمد علیه السلام، به اذان محمدی، به دعوت محمدی صلی الله علیه و سلم. و رفعنا لک ذکرک، من الله با عظمت نام تو رو بلند کردم و آوازه تو رو بلند کردم. فان مع العسر یسرا، ای پیامبر من، سختی ها در مسیر زندگی تو هست و در مسیر زندگی پیروانت و همه انسان ها. ای مخاطب قرآن، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، به همراه هر سختی آسانی است، به همراه هر سختی آسانی است. در این دو آیه کلمه العسر با الف و لام آمده و یسر با تنوین. یک قاعده نحوی عربی است که وقتی یک کلمه با الف و لام ذکر میشه، به این معناست که هر دو تاشون یکی هستن. دو بار تکرار شدن العسر و العسر آیه دوم با العسر آیه اول هر دو تاش یک مشکل است، یک سختی است. اما یسر اول و یسر دوم با هم فرق میکنن، نکره هستن. یعنی اینکه با یک سختی دو آسانی است. رسول الله علیه السلام فرمود وقتی این آیه نازل شد، باید خوش باشید که هیچ وقت یک سختی دو آسانی رو نمیتونه از بین ببره. یک سختی دو آسانی رو نمیتونه از بین ببره. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اینجا فرمود فان مع العسر یسرا، به همراه سختی آسانی است. خود همون روزهای سخت، در همون مصیبت، در همون مشکلات، غمها، غصه ها، دوری ها، هجرت ها، مریضی ها، مشکلات اقتصادی، در داخل همون بحبوحه اون روزها جوانه های امید در حال خارج شدن هستند، جوانه های آسانی در حال خارج شدن هستند. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. پایان شب سیاه سپید است، در ناامیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سپید است. هر وقت که ناامید شدی این آیه رو فراموش نکن. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. هر چقدر سختی در زندگی تو آمد، هر چقدر مشکلات آمد، هر چقدر مصیبت ها آمد، هر چقدر مریضی آمد، دوری آمد، غربت آمد، هر سختی که به تو رسید، این رو فراموش نکن که پایان میپذیره، بالاخره تموم میشه. این شب تاریک هر چقدر طولانی بشه، اون صبح دم و طلوع فجر منتظر ماست و آفتاب دوباره طلوع خواهد کرد و پایان این شب و این ظلمت به پایان خواهد رسید. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. الله متعال به تو وعده داده یقینا به همراه هر سختی آسانی است. هر سراشیبی هر سربلندی یک سراشیبی خواهد داشت، هر سربلندی یک سراشیبی خواهد داشت، هر غمی شادی خواهد داشت، هر بیماری شفایی خواهد داشت. حتی اگر مرگ باشه برای مؤمن، اون مرگ پایان این مشکل و مصیبت است و آغاز خوشبختی است و آغاز جنت اوست. دنیا هر چقدر برای تو سخت بگذره پایان میپذیرد. چون پایان میپذیرد غصه نخور، این هم بگذرد، این هم تمام میشه. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. این رو به خاطر داشته باش که هیچ وقت سختی نخواهد ماند، هیچ وقت سختی باقی نخواهد ماند. مشکلات، مصیبت ها، نداری، فقر، غصه، دوری، هجرت یک روزی پایان میپذیرد. همه اینها تمام میشه، فقط صبر کن. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. فاذا فرغت فانصب. وقتی که فارغ شدی از عبادت الله متعال، خودت رو مشغول کن به یک عبادت دیگری. دوباره مشغول شد در یک کار دیگری. از یک کاری فارغ شدی، کار دیگری شروع بکن. بیکار نشین، فرصت ها رو استفاده بکن، عبادت بکن. از نماز غافل نشو،
نماز خوندی فرض رو سنت بخون، سنت خوندی نوافل رو بخون، نوافل تمام شد عبادت دیگه رو شروع کن، ذکر بکن، دعا بکن، همیشه در عبادت باش، همیشه در کار و تلاش باش. فاذا فرغت فانصب، فارغ شدی خودت رو خسته بکن، دوباره تلاش بکن، تکاپو داشته باش، از فرصت عمرت استفاده بکن، فرصت های خودت رو قدر بشناس در زندگی که عمر تو همین لحظاتی است که در پیش روی توست. و الی ربک فارغب، و فقط خالصانه پیش الله تعالی رغبت داشته باش، برای او عبادت کن، وقت خلوت کن، پیش الله متعال فرصت بگذار، وقت بگذار. اگر میخوای که تمام آنچه که از ابتدای سوره تا اینجا هست برای تو اتفاق بیفته، انشراح صدر بخوای، بار مشکلات، مصیبت‌های، سختی‌های زندگی از دوش تو برداشته بشه، نام تو بلند بشه، بعد از هر سختی برای تو آسانی بیاد، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. تا فرصت پیدا کردی عبادت کن و خالصانه به سمت الله متعال قدم بردار. هر وقت این کار بکنی از ابتدای سوره تا اینجا هر چی که بود برای تو خواهد آمد. انشراح صدر پیدا می‌کنی. بارهای کمر شکنی که بر دوش دوست و تحمل نمیتونی بکنی، اونها برای تو آسان خواهد شد. نام تو بلند آوازه خواهد شد در آسمان ها، ملائکه تو رو دوست خواهند داشت و الله متعال تو رو محبوب خواهد کرد و الله متعال برای تو آسانی خواهد آورد، به شرط اینکه هر وقت فرصت پیدا میکنی عبادت کنی و خالصانه فقط به سمت الله متعال حرکت بکنی. این پیغام سوره شرح است. اگر میخوای که سینه تو فراخ بشه عبادت کن، مشکلات تو کم بشه عبادت کن. الی ربک فارغب و الی ربک، با رغبت، علاقه، محبت و عشق و شوق بیا به سمت الله تعالی. فقط خالصانه به خاطر الله متعال رغبت کن، خلوت کن وقتت رو در خلوت‌های خودت، فرصت‌هایی رو خلوت کن بین خودت و ربت. تا اگر میخوای این وحده های این سوره همه نصیبت بشه، آخر سوره انجام بده تا ابتدای سوره تا آنچه که گفته شده، انشراح صدر، برداشتن بارهای مشکل و سختی ها، خوشنامی و خوش آوازی و آسانی بعد از سختی ها برای تو نصیب شود. این خلاصه سوره شرح است. اما سوره تین، سوره مبارکه تین، سوره است که در مکه مکرمه نازل شده و معنای انجیر است. تین یعنی انجیر، این میوه خوشمزه‌ای که بسیار خوش‌طعم است و گواراست و لذت بخش است. الله متعال قسم میخوره به نام این میوه. الله متعال اختیار داره به هر مخلوقی از مخلوقات خود بخواد قسم بخوره، اما ما رو منع کرده از اینکه به جز نام او و صفات او و کلام او به چیز دیگری قسم بخوریم. الله متعال در سوره مبارکه تین میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و التین و الزیتون، و قسم به انجیر و قسم به زیتون، این دو ماده مفید و سرشار از مواد غذایی، و طور سینین، و قسم به سرزمین سینا، آنجایی که بر موسی علیه السلام وحی شد. تین اشاره داره به سرزمین سوریه امروزی و یا شام، چون اونجا انجیر زیاد هست، و همچنین زیتون اشاره داره به سرزمین فلسطین. گویی که قسم به تین و قسم به زیتون قسم به سرزمین شام است و قسم به سرزمین فلسطین و قسم به سرزمین سینا و هذا البلد الامین، و قسم به این سرزمین یعنی مکه مکرمه که حرم امن الهی است. الله متعال در این 3 آیه به 4 مکان مقدس روی زمین قسم میخوره. به شام به که مرکز انجیر است، و به فلسطین که مرکز زیتون است، و به طور سینا که محل نزول وحی بر موسی علیه السلام است و محل کرام سخن گفتن موسی علیه السلام به الله متعال. انک بالوادی المقدس طوی، همون وادی مقدس طوی در وادی سینا غرب، در سرزمین غرب سینا و شرق مصر، و به مکه مکرمه و هذا البلد الامین، 4 مکان مختلف. تین میتونه معنای دیگری داشته باشه، اشاره به آدم علیه السلام باشه، چون وقتی که در جنت اون میوه ممنوعه رو خورد و لباس او افتاد، گفته شده که برگه های درخت انجیر رو به عنوان حجاب برای خود استفاده کردن و عورت خود رو با او پوشاندن. تین اشاره به اون هم داره، اشاره به آدم علیه السلام داره. و زیتون اشاره به نوح علیه السلام، وقتی بعد از طوفان کبوتری رفت تا خبر بگیره که آیا طوفان همه جا نشسته یا ننشسته، و رفت با برگی از درخت زیتون آمد، شاخه‌ای از زیتون به منقار داشت که نشان از این بود که درخت‌های زیتون
از زیر آب خارج شدن و آب فروکش کرده و زیتون نشان صلح بود. اینجا اشاره ای هست به نوح علیه السلام، اشاره به آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و طور سنین اشاره داره به موسی علیه السلام و موسی علیه السلام و هذا البلد الامین و مکه اشاره داره به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و محمد صلی الله علیه و سلم، این پیامبران عظیم. الله متعال در این آیات هم اشاره میکنه به مکانهای مقدس، هم اشاره میکنه به شخصیت‌های مقدس، قسم به مکانهای مقدس، قسم به شخصیت‌های مقدس، قسم به موادی که مفید است برای انسان‌ها. تین و زیتون با این تاریخچه‌ای که تین و زیتون دارن و اهمیتی که مکانهای اونها داره و تاریخ اونها داره. قسم به همه اینها که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، من انسان رو در بهترین شکل آفریدم، من انسان رو در بهترین شکلی که امکان داشت آفریدم. از این بهتر امکان نداشت انسان آفریده بشه. امکان نداره که سیستم وجود انسان، این اعضای بدن انسان رو هر جوری که شما بیاید جابجا بکنید، آنچه که انسان داره در وجودش، بیاید با دستگاه‌های امروزی تصویرها رو جابجا بکنید، به اصطلاح فتوشاپش کنید، دست رو بالا ببرید، گوش رو، امکان نداره از این زیباتر آفریده بشه. امکان نداره. در بهترین وضعش آفریده شده. چقدر زیبا آفریده شده این انسان. جایی که دستها قرار گرفته، چشمها قرار گرفته، لبها قرار گرفته، گوش قرار گرفته، صورت قرار گرفته، سر، موها و بدن و دستها و پاها و فرم سینه های انسان و شکم انسان و پاهای انسان، انگشتهای انسان، ناخنهای انسان، جزء وجود انسان، داخل بدن انسان، سیستم گوارشی انسان، سیستم تناسلی انسان و سیستم گردش خون انسان، دستگاه عصبی انسان و تمام آن چه که الله متعال خلق کرده در بهترین وضع ممکن است. از این بهتر امکان ندارد. در بهترین وضع ممکن من الله با عظمت خلق کردم انسان رو. ثم رددناه اسفل سافلین. تاریخ این انبیای عظیم که بالا ذکر شد زودتر از اون و تاریخ این اماکن مقدسه گواه است که این انسانی که من خلق کردم به بهترین وجه ممکن، این انسانی که اشرف مخلوقات است، ولقد کرمنا بنی آدم، من الله با عظمت او رو کرامت بخشیدم بر بقیه بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، من این بنی آدم رو بر تمام مخلوقات برتری دادم وقتی که در مسیر قرار بگیره، به شرط اینکه پیرو این انبیایی باشه که ذکرشون غیر مستقیم رفت، اون اماکن مقدس رو احترام بگذاره. انبیایی که در این اماکن، اولیایی که بودن، عیسی علیه السلام در شام و فلسطین، سلیمان و داوود، و خلاصه میشه در مکه، شام و فلسطین مرکز تمام انبیاست. انبیایی که اینجا آمدن، اگر مسیر اینها رو انسانی که در وجود خودش، در خلقت خودش بهترین است، اگر مسیر اونها رو بره، بهترین خواهد ماند در روح خود و در درجه و مقام خود هم. اما اگر مسیر رو گم کرد و خارج شد، تاریخ انبیای فوق اشاره دارد که ثم رددناه اسفل سافلین، همین انسان رو من در پسترین درجات قرار میدم و این از همه پستر میشه از مخلوقات. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب داره درک نداره. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم خیلی زیبایی داره اما نمیبینه. بصیرت نداره، بصر داره ولی بصیرت نداره، میبینه اما نمیفهمه، درک نمیکنه. ولهم اذان لا یسمعون بها، گوش داره میشنوه ظاهرا اما واقعا نمیشنوه، حرف حق رو گوش نمیکنه. چشمش حقیقت رو نمیبینه، قلبش میتپه و گردش خونش جاری است اما درک و فهمش از بین رفته و این قلب خیلی وقته که مرده. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اینها به مانند حیوانات و چارپایانن. انسان گرچه که هر چقدر زیبا باشه ظاهرش، اما وقتی که در مسیر دین قرار نگیره، در مسیر انبیای الهی، رسالت‌های آسمانی، کتاب‌های آسمانی وصل نکنه خودش رو به اون اماکن مقدسی که ذکر شده از اونها، مسیر انبیای این اماکن رو پیش نبره، این انسان به درجه‌ای میرسه از پستی که از همه پستر میشه. انسان مثل حیوان میشه، بل هم اضل، بلکه از انسان هم پستر میشه.
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. برخی گفتن اسفل سافلین قعر دوزخ است، در پایین ترین درجه دوزخ قرار میگیره هر چقدر هم زیبا باشه این انسان. برخی گفتن در روز قیامت خیلی زشت میشه این چهره زیبای او در دنیا هر چقدر زیبا باشه، ملکه زیبایی های دنیا، مرد زیبایی های دنیا هم باشه، وقتی که دین نداشت، اعتقاد نداشت و قلب زیبایی نداشت، روز قیامت چهره او مسخ خواهد شد و زشتترین و پستترین و ترسناکترین چهره ها رو خواهد داشت، در پایین ترین مقام قرار خواهد گرفت در دوزخ و همه این اتفاقا برای او، همه این معانی صدق میکنه. زشت خواهد شد، به پایین ترین درجه دوزخ خواهد رفت و درجه و مقام او از هر حیوانی پستر خواهد بود. الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان آورند و عملوا الصالحات، تنها ایمان کافی نیست، عمل صالح هم انجام بدهند، فلهم اجر غیر ممنون، پاداشی غیر پایان پذیر برای او خواهد بود، پاداشی ناپایان، بی پایان، پاداشی غیر مقطوع. غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، قطع نمیشه این پاداشی بی نهایت خواهد داشت، هیچ پاداشش پایانی ندارد. جنت پایانی نداره، نعمتهای جنتی پایان ندارد. کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، مؤمن و عمل صالح، تنها ایمان هم کافی نیست، ایمان و عمل صالح دو بالن برای پرواز به این جنت الفردوسی که ما آنجا بودیم، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز به آنجا رویم که آنجا ملک ماست، پرواز میکنیم با دو بال ایمان و عمل صالح و به سمت جنت میریم. انسانی که این همه زیباست، وقتی این زیبایی در نزد الله متعال بیشتر میشه که ایمان و عمل صالح داشته باشه و این مرغ جان رو با دو بال ایمان و عمل صالح به پرواز در بیاره و روح رو ببره به جنت الفردوس، اون موقع زیباست این انسان. فما یکذبک بعد بالدین، ای انسان بعد از این همه آیات، حقایق، چی شده که تو تکذیب میکنی دین رو، حقیقت دین آسمانی الهی رو؟ سرنوشت امتهای گذشته رو ندیدی؟ سرنوشت انسانهای دور و بر خودت رو نمیبینی؟ چرا قبول نمیکنی دین رو به عنوان برنامه زندگیت؟ فما یکذبک بعد بالدین، چرا قبول نمیکنی برنامه زندگی؟ چرا روز حساب کتاب قیامت رو فراموش کردی؟ یکی از معانی دین حساب کتاب است. چرا روز حساب کتاب رو فراموش میکنی؟ فکر میکنی بعد از مرگ دوباره زنده نمیشیم؟ زنده میشیم. الیس الله باحکم الحاکمین، آیا الله متعال بهترین حکم کنندگان نیست در روز قیامت؟ آیا الله متعال در روز قیامت حکم نخواهد کرد و انتقام مظلوم را از ظالم نخواهد گرفت؟ تویی که ظلم میکنی، آیا فکر میکنی قیامتی نیست، حساب کتابی نیست؟ چرا تکذیب میکنی؟ فراموش کردی که الله تعالی در آن دنیا عدالتی برپا خواهد کرد، محکمه عادلانه‌ای تا انتقام مظلوم رو از ظالم بگیره. این انسانی که این همه زیبا آفریده شده در وجودش، حقش وقتی نادیده گرفته میشه، به او ستم میشه و عدالت در حقش رعایت نمیشه، آیا نباید دنیای دیگری باشه تا حق خود رو پس بگیره؟ چرا تکذیب میکنی؟ همه دلایل نشان از این داره که اون دنیا هست. فما یکذبک بعد بالدین، پس بعد از این دیگه چطور تکذیبش میکنی؟ الیس الله باحکم الحاکمین، آیا الله متعال بهترین حکم کنندگان نیست در روز قیامت و انتقام ظالم رو نخواهد گرفت، انتقام مظلومین رو از ظالمین و از ظالم انتقام نخواهد گرفت؟ بله، حتما این اتفاق خواهد افتاد و الله متعال در روز قیامت از مظلومین دفاع خواهد کرد و انتقام رو از ظالمین خواهد گرفت. الله متعال در سوره مبارکه تین به من شما میفهماند که تمام تاریخ انبیا گواه است، اماکن مقدس روی زمین شاهدن و شهادت میدهند که انسان این همه زیبا آفریده شده است. زیبایی او وقتی کامل میشه که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده. اگر انجام نداد این زیبایی در اون دنیا ارزشی نخواهد داشت و او در دادگاه عدل الهی و محکمه الهی رسوا خواهد شد و زشت خواهد شد و به قعر دوزخ و پایین ترین درجه دوزخ خواهد افتاد، چون پسترین درجه و مقام رو به دست خواهد آورد. پس فراموش نکن روز حساب کتاب و دین رو و بیاد آور آن روز رو و بیاد آور که پدر تو در جنت بود
و از جنت آمدی آن لحظه ای که برگ انجیر به تن کرد و بیاد آورد داستان طوفان نوح رو، آن لحظه ای که برگ زیتون کبوتر به زبان داشت و آورد و به منقار داشت. و فراموش نکنین حقایق تاریخی رو و انبیای الهی رو که تو هم این مسیر رو پیش میبری و حساب و کتابی خواهد بود و جنتی خواهد بود و دوزخی خواهد بود. خود رو نجات بده، مغرور نشه به خوشگلیت، به مالت و به ثروتت که اینها پیش الله تعالی ارزشی نخواهد داشت تا وقتی قلبت پاک نباشه، ایمان و عمل صالح نداشته باشی. الله متعال به ما و شما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت فرماید تا بندگانی خالص و مخلص باشیم و اون اجر پاداشی که پایان ناپذیر است نصیب ما و شما بگردد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني